سلام، من مسعود محمدی هستم با یان یاد دیگه همراه شما. قصد دارم که این ویدیو آموزش ساخت این تراکت جذابی که دارید توی صفحه می‌بینید رو بهتون یاد بدم. اما قبل از اینکه برید سراغ آموزش، اگر دارید منو از یوتیوب و آفاق تماشا می‌کنید رو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله بغلش رو فعال بکنید تا به محض آپلود شدن ویدیو جدید ازش باخبر بشید. دیگه وقت رو معطل نکنیم و بریم سریع سراغ آموزش. برای شروع ما نیاز داریم بعد از وارد شدن به برنامه ایلاستریتور یک نیو داکیومنت اصطلاحا بسازیم که ابعاد کاری ما در واقع ابعاد یک آ5 است. آ5 ابعاد 148 در 210 می‌شود. اما باز اگر احیانا توی طراحیات دچار مشکل یا فراموشی در واقع سایزهای کار شدید، میتونید توی این مرورگر سایز بکنید مثلا سایز آ5 سایز آ4 اینجا براتون میاد اگر داخل قسمت فیلم نباشه برای شما. حالا من این ابعاد رو برای تنظیم کردم روی 148 210 میل قرار دادم. دلت برای تعریف کردم روی 5 میل گذاشتم. این دلت یعنی چی هست که مرور بشه برای گذشته که میاد یک فاصله امنی درست میکنه که وقتی کار میرسه به خط برش دستگاه چاپی اون فواصلی که تعیین کردیم برش کنه و به طرح آسیب نرسه. بعد از اون کالر مود روی CMYK قرار میدم که میخوام کار چاپی باشه و در واقع رستر افکت رو من روی 300 PPI قرار میدم به خاطر اینکه کار چاپی است. بعد از اینکه شما این تنظیمات رو انجام بدید دیگه آماده است داکیومنت مستندمون برای ایجاد کار. نگاه کنید به محض اینکه اوکی میزنید اینجا یک داکیومنتی جدید میشه با خط بلد قرمز رنگی که اینجا دارید میبینید دورش و اینجا دیگه کار برای شروع طراحی آماده. حالا من یه برگردم به طرح اصلی اینجا یه توضیح بدم. ببینید برای شروع به کار ما یه سری المان ها رو آماده نیاز داریم. مثلا کاراکتر نیاز داریم، چند تا المان برای زیبایی نیاز داریم، مثلا لوگوی کار رو نیاز داریم و یه سری کارت ها و المان های دیگه‌ای که بسته به هر طرح در واقع به اون نیاز داریم. شما اگر نمیتونید داخل مرورگر اینا رو پیدا کنید چون بعضی پولی هستن بعضی رایگان هم و یک لیستی از اینها هستش. من حدود چند هزار تا المان مختلف داخل یک پکیج تهیه کردم که شما میتونید با یک مبلغ خیلی کم اون خریداری بکنید و توی طراحیاتون استفاده کنید. فقط کافیه که به پیج اینستاگرامی من که این پایین هستش یک دایرکت بدید تا براتون پکیج ارسال بشه. خب بچه این المانا رو اگر دارید من یه سری الماناشو حالا توی کانال تلگرام هم میذارم ولی بقیه‌اش رو متاسفانه به خاطر اون چیزی که بهتون گفتم امکانش نیست باید حتما خریداری بشه. من اینا رو توی طرح قرارش میدم و میخوام یک طراحی شکل اینجا ایجاد بکنم. اینو کنید برای طراحی شکل ما یک بک‌گراند مشکی رنگ نیاز داریم. پس من برمیگردم به طراحی. اینجا یک بک‌گراند تقریبا مشکی رنگ ایجاد کنید. حالا یه مقدار رنگش رو روشن‌تر می‌کنید که جذاب‌تر بشه با استفاده از ریکتانگل. دیگه توی کارمون چی نیاز داشتیم نگاه کنیم. کارمون در واقع طراحی به این صورت هستش. بچه یه لحظه وایسید من اینو ویدیو رو پاز بدم برای اینکه کار راحت‌تر بشه. کل کار رو انتقال بدم توی داکیومنت هم که دیگه برنگردم اینجا طرح نگاه بکنم. یه لحظه استاپ می‌کنم میرم برمیگردم. خب بچه‌ها برگشتم. من طرح رو انتقال دادم توی سندی که دارم طراحی می‌کنم تا دیگه نیاز نباشه برم اونجا نگاه کنم و بیام به شما توضیح بدم برای اینکه وقتتون بیشتر نگیره. خب نگاه کنید من یه بک‌گراند اینجا تعریف کردم. حالا بک‌گراند رو می‌تونیم از خود رنگ اصلی اینجا برداریم و در واقع به این شکل درش بیاریم. نگاه کنید دو تا خط اینجوری عمودی داره. برای این کار نیاز هست که یه دونه رکتانگل دوباره درست کنم. حالا علالحساب یک رنگی بهش میزنم و یک مقدار از صفحه دور میکنم و به این صورت قرارش میدم. نگاه کنید باید دو تا نازک عین هم باشه. من به این صورت قرار میدم. اینو میارم اینجا تعریف میکنم و یک مقدار میچرخونمش. اگر نیاز باشه دوباره بزرگترش میکنم ولی فعلا علالحساب یک همچین چیزی انجام میدم رو صفحه. اینو یه مقدار بزرگتر و اینم یه مقدار بالاتر.
و دیگه چیزی نذاریم. اینجا در واقع دوباره یک کپی ازش میگیرم، اینجا قرار میدم و رنگ اینم عوض میکنم که علل حساب فقط متوجه بشیم داریم چه کاری رو انجام میدیم. خب دیگه چه کاری باید انجام میدادیم؟ باید یک دوباره مستطیل اینجا بکشیم که بره زیر این لایه و یک مستطیل دیگه بکشیم که بیاد نگاه بکنیم. الان من میام اینجا یک رکتانگل ایجاد میکنم، مثلا از در واقع اینجا به رنگش هم عوض میکنم که شما کاملا متوجه بشید. مثلا اینجوری برسن اینا بچه همه رنگ میشه، اصلا نگران اون موضوع نباشید. فعلا فقط میخوام بهتون نشون بدم که چه اتفاقی میفته. بعد از اون میام دوباره اینجا یک مستطیل میکشم به اینجا یه مستطیل میکشم و رنگش رو عوض میکنم به این رنگ مثلا. بچه الان چیزی که دارید میبینید نگاه کنید، من الان کافیه که اینو بیارم روی صفحه. اگر نمیدونید چجوری کنترل نگه دارید و گیمه باز رو بزنید یا اینکه روش کلیک راست بزنید ارنج و دیفرانس رو بزنید یا توی قرار بزنید. خب این هم که اینجا و این هم باید یک مقدار بیاد توی صفحه در واقع اینجا قرار بزنید. اصلا نگاه کنید یه قسمتی اینجا اضافه است دیگه، درسته؟ اصلا نگرانش نباشید سر خراب شد و اینو، خیلی راه داره. نگاه کنید راحت‌ترین راهش اینه، رو خود شکلتون کلیک میکنید، اینجا ابزار دایرکت سلکشن رو برمی‌دارید، یه دونه اینجا نقطه رو کلیک میکنید، زوم میکنید و اینو میارید به همین راحتی. الان ما حرکت رو انجام میدیم. الان کافیه که من بیام رنگ اینا رو مثل این بکنم. خب دیگه رنگ کاری نداره، اینجا میتونید اگر یک طرحی دارید که میتونید ازش استفاده کنید، مثل همین طرحی که خودم زدم، من میام فقط ابزار این ایدراف رو برمیدارم، میام رو رنگش کلیک میکنم و اونم همینطور دوباره رو کلیک میکنم و اینجا دوباره رو کلیک. حالا برای اینکه کدای رنگی هم در اختیار بهتون بگم، الان بهتون اعلام میکنم و شما میتونید از همین کدای رنگی که من گفتم استفاده کنید تا طرح دقیقا شبیه به هم بشه. نگاه کنید الان کد رنگی آبیه، کد رنگی 395 4A4 هستش و کد رنگی اینم F89820 هستش و کد رنگی اینم F9B 192 و اینم رنگ سفیدمون در واقع 5 تا F هستش. اگر اشتباه کنم 6 تا F هستش. خب بعد از اینکه این تغییر تنظیمات رنگیش رو انجام دادیم، مثل این رنگ ها متغیر هست. حالا من فقط واسه این گفتم که شما اگر دوست داشتید شبیه به این باشید به این حالت هست. میام کنید بچه الان من یه دونه بذارید این کنم اینو بهتر بید. یه طرحی اینجا گذاشتم که در واقع یک شکلی رو به طرح ما داده. خب من اینجا میام شکل رو پیدا میکنم. من اینجا المان ها رو از قبل گذاشتم که دیگه نگردم دنبالش. این کافیه درگ بکنم در واقع روی طرح. من اینجا ترامه اینجا قرار میدم. بچه اگر شما نیاز به این تکیه طراحی دارید فقط کافیه توی دایرکت اینستاگرام هم که این پایین هسته در واقع مراجعه بکنید و اونجا پیام بدید تا من براتون ارسالش کنم. خب من الان کافیه که بیام اینجا در واقع با استفاده از حالا روش زیادی داره، من روشی که دارم میخواد استفاده کنم اینجوریه. میام از اینجا یک سن ایجاد میکنم، میام حالا اینجا میام احساس کنم کرد و اینجا و خب نیا کنید الان من یه طرحی رو به اون قالب در آوردم. این طرح رو کافیه که بندازم روی این طرح
و دوتاشو با هم دیگه بگیرم فیلیپین ماسک بکنم. خب اینو حالا انجامش میدم، میذارمش اینجا و اینو میارمش زیر لایه ها قرارش میدم. به این صورت قرار میده. حالا شما میتونید رنگش هم عوض کنید، میتونید نکنید، دلیلاییه، من کاری با این صورتی ندارم. و به این صورت حالا من میام، اگر دوست داشتید میتونید رنگش هم عوض بکنید، حالا سلوان و طریق خودتونه، یا اینکه نه مثلا اگر میخواد مثل این بشه میتونید دوباره بیاید با پن یه دونه لایه اینجا ایجاد بکنید، اینجا ایجاد میکنید، روش کلیک میکنید. من یه رنگی هم میزنیم، مثلا من همین رنگ قهوه‌ای خودی ازش میخوام بردارم و از اینجا یه رو پاسیش هم کم میکنم، این یک داره تغییر رنگ. یا اینجا میتونید روی در واقع خط بذارید، برید وارد پنل در واقع ترانسپرنسی میشید و اینجا یک موجی رو براش تعریف بکنید. این قابلیت داره، مثلا میتونید رو آورلی بذارید یا مثلا اسکرین بذارید، مثلا سلیقه خودتون هر چی که دوست دارید. من اینجا میخوام روی اسکرین تعریفش بدم چون یک مقدار جذاب‌ترش میکنه و یک مقدارم اوپاسیتی رو کمتر میکنه. یک اوپاسیتی 0، اوپاسیتی 100. اینو من روی اوپاسیتی 80 قرار میدم. بچه اگر نمیدونید اینا از کجا داره فعال میشه، این نمه ویندوز همه گزینه‌ها شرط هست، این که نیاز داشته باشید برمی‌دارید. خب الان من این کار رو انجام بدم، فقط مونده یک مقدار جذاب کردن کار و اضافه کردن المان هامون به طرح. یا کنید بچه ها الان یک مقدار این خود این شکلهایی که دارید می‌بینید به نظرم زیادی پررنگه، من زیاد ازش خوشم نیاد. خب این رو باید چیکار بکنم؟ من میام لایه‌اش رو باز میکنم اینجا، لایه‌اش رو پیدا بکنم، اینم لایه‌اش رو کلیک میکنم، اینجا ترانسپرنسی رو باز میکنم، یک مقدار اوپاسیتی رو کم میکنم، توی 15 خوبه، توی 15 قرار میدم. ببینید هر که در واقع از این شدتش کم میکنیم که ناخودآگاه جذاب‌تر میشه. پس اسمش کاراتون به کار نبرید و سعی کنید بهترین حالت طراحی کنید. خب حالا نیاز داریم که ما این کاراکترمون رو اضافه بکنیم. من بگردم کاراکترمون رو ببینم کجا گذاشتم. کاراکترمون رو من به طر اضافه میکنم، اینجا کاراکتر رو میارم و توی جایگاه درستش قرار میدم و میگم درسته. خب بعد از مرتب کردن لایه ها و به اون ترتیبی که گفتم المانمون میره زیر در واقع تر و در واقع شکلمون به این صورت قرار. حالا اون کاری که نیاز داریم چی هستش؟ باید یه سری المان ها رو اینجا تنظیم بکنیم که خب المان ها رو من بهش اضافه میکنم. مثلا این تیپه رو برمیدارم میارم روی ترمون یه دونه کنترل وی میزنم که فعلا میخوام ترها رو اضافه بکنم، خیلی روش حساس نمیشم. اینجا میارم میذارم اینجا. خب تر بعدی نیستی هستش اینو حالا نگاه کنید. طبق تر اصلی من یک گوی اینجاست، یک گوی اینجاست، یه مشرف اینجاست، یه دونه مشرف اینجاست و یک گوی اینجا. نگاه کنید خیلی راحت. یه کافی اینو بگیرید، آلت رو نگه دارید، یه کافی ازش میگیره، کشی کنید به اندازه جلسه و میذارید اینجا و حالا دوباره این صورت رسیدن یه دونه مشترک اینجا میرسم، آلت رو میگیرم، یه کپی میکنم. حتی چرا دوتا گرفتم؟ بخاطر اینکه اصلی دیگه این نرم از اینجا بردارم. دوتا اصلی گذاشتم اینجا یه ازش کپی میکنم و ازش
استفاده میکنه که آلفابت دیگر دارید و درگش بکنید. یه دور مکعب می‌ذارم، مکعب رو می‌ذارم 2000 years later. کاراکترمون هم نیاز نداریم. بچه من اگر این کار دارم انجام میدم به خاطر اینکه کلا عادت دارم به تمیز بودنه، خب به تمیز بودن اون صفحه‌ای که دارم کار میکنم. شما اگه تو مختون نیست نیاز ندارید که باز رو بسته بکنید. من چون با نیاز مغزیمه که در واقع این کار رو انجام بدم، یه جورایی بسته دارم، دوست دارم که کارم به در واقع تمیزترین حالت ممکن در بیاد. برای همین اساسیت فرض اما بهتون بگم اون تو کلا اگر به طراحی گرافیک علاقه دارید این اساسیت خوبه، اما توی زندگی شخصیتون ممکنه یه مقدار به مشکلات هم برمی‌خوره. خب یه سری افکت‌های دیگه اینجا نیاز داریم مثل پرچم و این دوتا المان تلفن و لوکیشن که من دوباره اونو باید از طریق همون چیزی که بهتون گفتم، حالا شما میتونید خودتون دانلود بکنید یا خریداری بکنید، یا اینکه توی پکیج طراحی من همه اینا وجود داره. یه مجموعه کاملیه که میتونید توی دایرکت اینستاگرام پیام بدید و اونا رو تهیه بکنید. من اونا رو اضافه میکنم و دوباره برمیگردم بهتون. خب بچه‌ها مجددا برگشتیم به طراحی. من المانا رو اضافه کردم و میریم سراغ اصل کاری. من دیگه این لوگو رو براتون نزدم، فقط میخوام نوشتن رو اضافه کنم. بچه‌ها توی طراحی قبلی هم گفتم توی آموزش‌هایی که این بالا هستش کاملا همه طراحی میتونید بدونید. من همیشه گفتم از نهایتاً 2 تا 3 تا در واقع فونت استفاده کنید. نرید واسه هر قسمت یه فونت بردارید که از فونتی که دلتون میخواد بذارید. نهایتاً 2 تا الی 3 تا. تا 3 تا من خیلی نمیدونم ولی 2 تا دیگه حد اکثرتونه. حالا من یه فونت در واقع تیپ رو صمیم استفاده میکنم. شما اگر خودتون میتونید برید باز از مجموعه فونت دسترسی پیدا کنید یا خریداری بکنید یا دوباره توی این پکیجی که من دارم بهتون عرضه میکنم همین اینا یه پکیج کامل شامل فونت، تکچر، بک‌گراند، المان، کاراکتر، هر چیزی که فکر میکنید که طراحی نیاز داره توی این پکیج وجود داره. میتونید درخواست بدید و سفارشتون رو ثبت کنید. حالا من اینجا در واقع عنوانم رو می‌نویسم، یه رنگ آبی بهش میدم، اینو بزرگش میکنم فعلا یه 72. من گفتم تیپ رو میخوام 20 برد و میام اینجا قرارش میدم و بزرگترش میکنم 25 میزدم. حالا برای اینکه جذاب‌ترش بکنم میام از این تکنیک استفاده میکنم. به این صورت درش میارم و میذارمش اینجا. چون گفتم لوگو رو نمیخوام دیگه. بعد از اون کاپیه که بیام در واقع بهش یا استیلوت بدم، میتونید از اینجا استیلوت بهش بدید به این صورت اینجوری درش بیارید یا اینکه این کار انجام بدید. بیام توی المان ها در واقع اینجا یک افکت بهش بدم. روش های زیادی وجود داره دیگه، حالا شما میتونید هر روش که دلتون میخواد انجام بدید. من میخوام یک مقدار سایه بهش بدم اینجا، سایه‌اش یک مقدار کمتر میکنم، مثلا یه 55 قرارش میدم یا 50. اوکی میزنم و حالا یک مقدار بهش استریک میدم. فکر میکنم جذاب. حالا میتونید یا اینجوری درش بیارید یا اینجوری. من حالا تو این ترشان لوگو رو نزدم خواستم این مقدار جذاب‌ترم بشه و حالا سلیقه‌ایه دیگه. حالا شما نسبت به سر خودتون میتونید هرچی که دلتون میخواد انجام بدید. اینجا چون نسبت به لوگو داشتم سعی کردم یه چیزی شبیه به این باشه، اما حالا اینجا یه ذره دستم بازتره برای اینکه فقط شما متوجه بشید میتونید روی نوشته‌هاتون که اقداماتی رو انجام بدید.
یا حتی اصلا میتونید خودتون فونت نوشته بیاید در واقع یک چیزی بنویسید و یه سری تغییرات رو اینجا اعمال بکنید. اینو برمیگردونم سر جاش و نیاز به یه نوشته دیگه ای داریم. من اینجا می‌نویسم آکادمی آموزش زبان‌های خارجی. اینو رنگش رو سفید می‌کنم. و اگر فاصلات رو یه ذره هم بیشتر فاصلات رو من درست می‌کنم و اینجا فونت رو دوباره روی زمین می‌ذارم. یه بورد می‌ذارم و دوباره یه چیز رو بیشترش می‌کنم. میارم روی 25 اینجا می‌ذارم. معمولا تغییرش می‌کنم با نوشته. خب الان برای اینکه این دوتا یه ذره اینجوری به هم دیگه بچسبن، من از اون تکنیکی که بالا هم بهتون گفتم استفاده می‌کنم. اینو هم به این صورت دوتا نوشته هم رو یکسان درش میارم و اینجا قرار میدم. حالا دوتا المان دیگه نیاز داریم. من این اول میام اینجا میدارم. حالا رنگ سفیدش بسیاره به نظر و دوباره یه کپی میکنم اینجا برای اسی ترانسفورم رفلکس و رفلکس رو میزنم این بری میشه و داخلش قرار میدم ویدیو. بازم میگم سلیقه است. میتونید از روش دیگه که بلدید رو استفاده بکنید. دستتون باز کنید. حالا اینو مثلا میاییم رنگش عوض برعکس اول و داخلش رو میشم ایزی تو اسی خب من اینو باید اینجا بنویسم ایزی این دوتا رو میگیرم رنگش رو هم رنگ متن بالا میکنم یعنی آبی و میذارمش داخل اینجا و میتونید سفید بکنم. حالا با سلیقه خودتونه میگم در رای دستتون بازه و هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. من اینو میگیرم و اینو بزرگش دستم میتونید اینو بردارید به عنوان یک نوشته جدید علامش بدید و این حالا اینم من بذار بیارم بالاتر این دوتا هم میتونید اینجوری قرار بدید یا میتونید سفید کنید گفتم. و علمان های دیگه که میمونه علمان های پرچمیمون هستش که من اینجا پرچمامون رو میگیرم بیارم اینجا و حالا نوشته‌ای مثل انگلیسی و میتونید اینجوری دونه دونه می‌نویسید یا در واقع همه رو با هم نوشید. من دونه دونه می‌نویسم و میخوام تغییرات داخل شمال بکنم. این هم سلیقه است و خودتون میتونید در واقع خوشگل سازیش پای خودتون میشه. من فقط دارم الان یه ایده بهتون. خب
خب نیا کنید الان من این شکل رو با هم دیگه درست کردم نوشتم کافیه که بیام روی همه اینا با شیفت میگردم کلیک چپ بزنم همه رو انتخاب بکنم از قسمت الان که گفتم اگر نداری در ویندوز فعال میشه الان اینو باز بکنم اینجا همه رو در واقع توی یک سم قرار بدم و فاصله هاشون رو با هم مرتب بکنم به همین سادگی شما فواصلشون هم مرتب کردید. خب الان دیگه میمونن آموزش مکالمه اصطلاح بنویسم آموزش مکالمه زبان اینجا باید طوری میگی آلمانی فرانسوی. خب اینا رو میام همه رو وسطی میکنم اینجوری حالا رنگش هم که گفتیم آبی بشه این هم سرش قرار میدم و اینجا هم خط اینجا میزنم و این هم دوباره میتونیم یه مقدار بزرگترش بکنیم حالا اینجا بلده دیگه شما مثلا میتونید بزرگترم بکنید به کوچکتر کنید در برای خودتون اینجا یه تلفن لوکیشن میکنم این تلفن این هم لوکیشن و حالا چیزایی که دارید شماره هایی که دارید رو مثلا بنویسید همین شماره رو مثلا شما خودش میشه مثلا میگفتم بچه حالا اینجا که من دارم نوشتم در واقع میشم برعکس میشه خب شما از اون بر بنویسید اوکی میشه یعنی میشید 87 65 مثلا 43 21 مثلا راه دیگه هم داره راه برعکس بشه اما میخوام بگم که حالا که رفتتون هدر نره مثلا حالا این هم این شماره برفت نوشتم این هم شماره رو آبی میکنم دیگه تلایش نمیکنم هم اینجا میزنیم و یه آدرسی هم داره دیگه این هم می‌نویسم تهران مثلا بیابان آقه و مثلا دیگه حالا اینم دوباره رنگ عوض میکنم اینم آبی میکنم و جایگاه رو یه مقدار بیشتر میکنیم مثل اینجا. خب بچه الان تقریبا کار ما دیگه تموم شده فقط اینا رو بده مهندسی بکنیم این یه مقدار اینجا این یه مقدار اینجا بذاریم جذاب‌تره اینجا و یه مقدار جذاب‌تر شد حالا میتونید فونتاتون رو تنظیم بکنید میگم اینا یه چیزایی هستن که یه طراحی باید رعایت بشه برای زیباسازی حالا بس از اینجا قرارش میدم یا کنید الان تقریبا کلیت کار ما تموم شد خب یک سری اینجا من افکت ها رو اضافه کردم برای که از این سادگی و مسخره بودنه در بیاد یا کنید الان من میام اینجا در واقع این شکل کلیک میکنم از این بالا از قسمت المان میام اینجا یه افکت اضافه میکنم یا میام از منوی افکت اینجا دراگ شادو رو میدم و شادو رو میخوام بفرستم این بر اینجا من رسیدم حالا اینا یه هفته به پنج میداریم و حالا میام این برم همین کارو میکنم این رو برمیدارم اینم برمیدارم اینجا یه شادو میخوام ایجاد بکنم نیا کنید الان یه شادو میخوام به این بر برم حالا این دیگه مقدار میارم این برتر این
یه افکت جذاب سایه‌ای داریم ما شهرمون ایجاد می‌کنیم. حالا اینم یه مقدار کمتر بشه فرقی می‌کنیم. یه سایه که اینجوری ایجاد می‌کنیم. یه سایه هم نمیدونم چرا اینجوری بزن دیگه انجام میدم. باز بود سایه هم بدی داریم. الان بهتر شد دیگه سایه از این بهتر دوباره اینو میگیرم یه دونه سایین رو ایجاد میکنم و اضافت میکنم به این صورت. حالا شما میتونید اینجا دوباره این بگیرید و یه سایه دیگه هم به این بدید. اینا سلیقه‌ایه دست خودتون میتونید انجام بدید میتونید ندید اما بهتر که انجام بدید تو هرتون جذاب‌تر میشه. شما این کار رو میخواد بدید به یک کارفرما و نتیجهش رو در واقع خودتون می‌بینید اگر کار بهتر بشه. کمتر می‌کنم بیشتر می‌کنم و دستهایش رو میارم پایین‌تر که طبیعی‌تر بشه. خب کار ما دیگه بچه تموم شد. این نتیجه کار ما هستش. حالا نگاه کنید هر که تونستید بزنید به همین راحتی توی این چند دقیقه کم کلی مطلب بود، کلی نکته داخل این ویدیو بود. بهتره که این ویدیو رو هم ذخیره بکنید تا اگر در حین تمرین به مشکل برخوردید میتونید ازش استفاده بکنید و مجددا بهش رجوع بکنید و شرایطتون رو تکمیل بکنید. اگر دارید منو از یوتیوب آفار تماشا میکنید اون دکمه سابسکرایب و اون زنگوله بغل رو فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیو جدید ازش باخبر بشید. و همچنین میتونید برای آموزش‌های کوتاه‌تر پیج اینستاگرامی منو دنبال بکنید که آموزش‌های کاربردی و کوتاه میذارم براتون